اومدیم بیرون دیگه، چرا همش تو خودتی؟ چته؟ نمیدونم با تو ازدواج کردم یا با خانواده‌ات. چی شده حالا شلوغش کردی؟ چی شده؟ موقعی که میخوام باهات بیرون برم باید به 20 نفر جواب پس بدم. با کی میخوایم بریم؟ کجا میخوایم بریم؟ زورت میاد جوابشونو بدی؟ آفرین، دقیقاً. هر کسی باید سرش تو زندگی خودش باشه. اینایی که من دیدم کنجکاو نیستن، دقیقاً فضولای زندگی مونن. اونقدری که پیگیر زندگی ما هم. اگه سرشون تو زندگی خودشون بود الان 100 تا پله بالاتر از من و تو بودن. خب دیگه، حالا من رفتم خونه بهشون میگم که از این آقا چیزی نپرسید. حتما بهشون بگو، چون سری بعد جوری تخریبشون میکنم. حالا بگو ببینم عشقم چی میل داری بگم برات بیارم. تو سینه هست عشق تو نمیری از دلم یهو اراده کن واسه